خب با مامان خودم 7-8 بار ازدواج کردم. چی داری میگی؟ من 3 بار شام عروسی مامان بابامو خوردم. گیر آوردی منو؟ نه واقعا جدی میگم، یه بار 6-7 سالگی پدر مادر اصلا جدا شدن دوباره ازدواج کردن. آره بعد خدا به اون یه داداش کوچولو داد، دوباره جدا شدن. یعنی داشته من حاصل ازدواج دوم پدر مادرم با هم دیگه. خب بعد دوباره جدا شدن بعدش؟ آره واسه سربازی. خب نباید اینو بگی. آها خب نه چیز تفاهم نداشتم. بعد دوباره جدا شد. بعد دیگه دوباره بابام می‌خواست بگیره، قانون گفت نه. 3 بار. خب الان یعنی با هم ازدواج دیگه با هم ازدواج نکردن. بعد از 3 بار متوجه شدن به دردم نمیخورن. خب الان یعنی جدا از هم یا با همن؟ جدا از هم ولی با هم در ارتباطن. آها. خب بعد بابات فقط با مامان ازدواج کرده؟ آره. یا با مامان بقیه؟